الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. الحديث. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز و گرامی و محبان و شوق کنندگان عبادات در این ماه شریف رمضان، دوستان عزیز و گرامی، نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه و سلم برای فضیلت این ماه مبارک، برای مقام و منزلت و رسیدن به ثواب و چگونه بودن عمل در این ماه مبارک ما و شما را خبردار کردند که حبیب خدا علیه السلام در حدیث از احادیث گوهربارشان چنین لطف کردند که ای امتان من، وقتا که ماه شریف رمضان داخل شد کشاده می شود درهای آسمان، یعنی آسمانی که بالای سر ما و شما مثل یک ابردار و مثل یک سفیده و کبوتی می بینیم، این چشمی پر از گناه ما چنین می بیند. اما در اصل این آسمان بالای ما و شما چندین درهای دارد مخصوص که حبیب خدا علیه السلام گفتند وقتی که همین ماه مبارک که داخل شد، همین درهای آسمان کشاده می شود. و این درها کشاده شدنش برای چی است؟ برای چی مقصد درها کشاده می شود؟ البته این برای بالا رفتن و به مقام قبول و اجابت رسیدن دعا و درود و مناجات و تسبیح و ذکر ما و شما هست و به غرض این است که اعمال خیر ما و شما به محل قبول و اجابت رسد و ذخیره قیامت ما و شما گردد. و در روایت نبی اکرم علیه السلام فرمودند که فتحت ابواب الجنه، درهای جنت کشاده می شود. وقتی که ماه مبارک که داخل شد، خداوند در این ماه مبارک امر می کند که درهای جنت کشاده شود، یعنی این جنت ها همه درهاش کشاده می شود برای مشتاق عمل کنندگان خیر و برای مشتاق شدنشان برای ذکر کنندگان، عبادت کنندگان و برای روزداران و بخصوص که بسیار جنت مشتاقی چون این اشخاصی که دارای اعمال خیر هستند برای اونها مشتاق میشن و درهای اینها کشاده میشن، گویا که منتظری روزداران و عمل کنندگان خیر در این ماه هستند که کی اینها آمده داخل ما میشوند. و در دوام نبی اکرم علیه السلام گفتند که و غلقت ابواب جهنم، ای امتان من، در آمدن این ماه مبارک پرفیض درهای جنت، در معذرت درهای دوزخ بسته می شود و همه درهای دوزخ بسته می شود که دیگر از آتش زدن و از علنگه کردن آتش او باز می ایستد. دیگر دوزخ در علنگه نیست آتش او. و این هم به خاطر این ماه مبارک است. و سلسله الشیاطین، و حبیب خدا علیه السلام گفتند که در این ماه مبارک شیطان ها و جین ها و فرزند های شیطان، اینها همه یعنی زنجیر پیچ کرده می شود، دست و پای اینها به امر پروردگار بسته می شود که ملائکه های مخصوص و موظف اینها را دستگیر کرده زنجیر پیچ میکنن. به چه خاطر؟ به خاطری که امت حبیب خدا در این ماه مبارک نوادا در وسوسه این ملعون ها گرفتار شده از اعمال خیر قفا نماند و تا اینکه یگان گناه را مرتکب نشود. و این هم به برکت این ماه مبارک. و بعضا از برادرها را، دوستا را شنیده می شود که خیلی شیطان وسوسه کرد، همین کار کردیم، روزه نگرفتیم، روزه را خوردیم، قوت نکردیم. نه، هرگز این از روی تنبلی خودشان است و از روی کاهلی و جاهلی خودشان است که
خودشان به تنبلی، به بطاعتی کشاندند. انسان مؤمن در این ماه مبارک از وسوسه شیطان امین است که شیطان او را وسوسه کرده نمیتونه. انسانیت هر چیزی میکند از روی خواهشات نفسانی خود میکند که دیلش خودش همون روز خریره میخواهد و دیلش مقصد نمیخواهد که گرسنه باشد و دیلش نمیکشه که هم خیل آبها را بینه و از اونها ننوشه یا خوراک نخوره. همون نفسش میکشه و خود در دام نفس خود را انداختگی و بعد بهانه شیطان کرده روزش میخورد، روزه نمیگیرد، عبادت نمیکند. اما پیغمبر صادق و مصدوق خبردار کردند که ای امتان من، شما با خبر باشین که مقصد شیطان ها همه زنجیر پیچ کردگی هستند در این ماه مبارک. و این ماه مبارک ماه پرفیض و پرشکوه و شهامت است که نبی اکرم علیه السلام در دیگر جا خبردار کردند به روایت حضرت ابو هریره رضی الله عنه که اذا کان اول لیلة من شهر رمضان صفدت الشیاطین و مردت الجن و غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب و فتحت ابواب الجنه ولم یغلق منها باب. خلاصه به همین مضمون حدیث سابق دیگر جانب اکرم علیه السلام فرمودند که هر وقتا باشد اول شب از ماه رمضان، اول شب از ماه رمضان وقتی که داخل شد، همه شیطان ها و جن های سرکش و شیطان های سرکش همه اینها زنجیر پیچ کرده می شوند. یعنی که همون زنجیر پیچ کرده دست و پای اونها بسته می شود و درهای آتش پوشیده و بسته می شود و کشاده نمی شود. از همون درهای دوزخ یگان در کشاده نمی شود و درهای جنت کشاده می شود و پوشیده نمی شود از درهای جنت یگان دری را. و خداوند در این هنگام برای ما و شما می گفت است که ای طلب کننده خیر، رو به نکویی بیار و هر کسی که تو می خواهی که یک عمل خیر انجام دهی، در این ماه مبارک همه درهای جنت کشاده کردم و همه درهای آسمان به امر خداوند کشاده شد. ای بنده مومن، تو به خداوند رو بیار، به نکویی رو بیار، اعمال خیر کن. در این ماه مبارک کوشش کن که یک مخلوق خدا از تو آزار نیابد، حتی یک پشه، حتی یک موریچه و حتی یک جاندار از تو آزار نیابد. چی جایی که بندگان خدا. در این ماه مبارک بر یک بنده مؤمن دستی کمک دراز کن و برای یک بنده محتاج دستی کمک دراز کن و دستی او را بگیر. از آزار دادن بندگان در این ماه مبارک باز بستیم که خداوند گفته است و یا باقی شر اقصیر، یعنی ندا کننده که احتمالی دارد که خداوند برای ما و شما این سخن گفته باشد و گوید که ای طلب کننده بدی، هر کسی که تو بدی میخواهی از بدی باز بست و دست از بدی بکش. از این خاطر دوستان عزیز و گرامی، ماه مبارک ماه پرفیض است، دارای چندین خصوصیت و فیوزات دارد و علاوه بر این دارای چندین خطراتی هست که اگر ما و شما متوجه اون خطرات نشیدیم از اجر و پاداش بی نصیب میمانیم. که همچنین در این ماه مبارک نبی اکرم علیه السلام خبردار کردند که درهای جنت کشاده می شود. حبیب خدا علیه السلام در حدیث خبردار کردند که فی الجنت ثمانیة ابواب منها باب یسمى الریان لا یدخله الا الصائمون. در جنت 8 در وجود دارد. درهای جنت مقصد دری صدقه، دری نماز و دری مثلا دیگر اعمال در اونجا نوشته شده است. یک در او نوشته شده است، در یک در او که دری ریان. در جنت یک دری به نام ریان است که در اونجا تنها روزداران ماه شریف رمضان داخل می شده است. یعنی که دری هست که وقتی ما و شما اگر این ماه مبارک روزه گرفتیم، در این ماه اعمال خیر انجام دادیم،
روز قیامت ما و شما از همین در که داخل شدیم در اینجا جویبارها و دریاها و چشمه های هست که بنوشیدن اون انسان هرگز دیگر تشنه نمیماند. این تشنگی که در دنیا در گرمای تابستان یا اینکه در سرمی زمستان مقصد مشکلات را پسی سر کردیم، خصوص در گرمی ها جگری بندگان تسبان است و خود را در دست میگیرند و روزه را نمی نوشند و نمی خورند و روزه را باز می دارند. همین جگری تسبان همون آبهای جنت که روز قیامت از همین در جنت که نامش ریان است، از همین جا داخل شده از همون جویبارها و چشمه ها و دریاهای اون جنت می نوشند که همه دیگر مشکلاتی که در دنیا داشتن ملائکه ها می پرسند که در دنیا چی مشکلی کشیدی، مقصد از مشکلات دنیا. وقتی که جنت نعمت جنت بنده مؤمن می دیده است